دلو یو بخون کې چې خدای تعالی په نامه دغه زنده ټلویزیون قدرمنونکو اوریدونکو سلام نیکیلي او احترامات مې ومنئ په دې هیله چې راته راکروغ یاستئ او د صحت جامې به مو تن وي په دې بیا هم در شهرچه میگذره یعنې په خاطر ټلویزیون له خپرونې سره ظفر میاخین د غزني ښار وې څنډې ته راغلی یم دلته غواړم له قدرمنو ښاریانو سره خبرې اترې ولرم قدرمن لیدونکو له موږ سره پاتې سئ همدا خپرونه تر اخره راسره بدرګه کړئ قدرمن لیدونکو دلته له یو هیواد سره خبر لرو غواړو خبرې ورسره وکړو سلام خوب هستی بیادر صحتتان خوب است خیرت است نامتون چیست رحمت الله هستم خب رحمت الله جان از کجا هستی ما از شهر غزنی هستیم از ولایت غزنی خب مصروف چی کار هستی اینجا مصروف دانه و قفس و چیز هستی خب چقدر وقت میشه که مصروفی از این کار هستی تقریبا یک 10 سال خواهد شد دیگه همین تکلیفی این چیزیم کاروبار هستیم در شهر غزنی چطور از کارتون چطور است خوب است فضل خدا شکر دیگه شکر است میگذره خدا مهربان است خب اگر بر ما بگین دانه رش خودتون از کجا میارید ما از غزنی میخریم دیگه مردم از کابل میره باز ما از غزنی از پیش دمیجه میخریم این باز کیلوگی از سیر از چه رقم خورد تا رقم دیگه این باز یک سیرش چه خبرش ما مفاد میمونه این سرش 20 روپیه 15 روپیه 10 روپیه رقم دیگه رقم است دیگه 20 روپیه 30 روپیه 50 روپیه همین فایده است دیگه خدا مهربان ده برای قفس ها گبری ما بگویی قفس خودتون جور میکنید یعنی که جور میخرید نه جور میخریم از دیگه ولایت ها میاد اینجا باز ما میخریم میشه داخل دکانت بریم که اونجا خب نام رحمت الله گفتی خب رحمت الله جان ای چی است این جوری است خب این جوری کجاست این جوری از دیگه از جلال آباد از پاکستان از اینجا میاد اینجا دیگه آرد میشه باز اینجا بخش مرغا میخرن مردم این از چیزای سابق برای ما معلوم میشه این شوگر است خب شوگر است این دانه چند میفروشین شما دانه 1.5 ساعت 2 ساعت 2.5 ساعت دیگه هر رقم ریت است چطور از کارتون چطور از دکانتم از دکانای سابقه است کارتون چطور خوب است فضل خدا خواست 50 سال پیش سی دکانا دیگه یا از 50 سال 60 سال 70 سال پیش سی دکانا اون دیگه تا دیگه از پدرها بخش ما میتونم دیگه میراث گفته مردم انت کار کرده برای دیگه خدا مهربان به توکل الله دیگه میگه افتاده روزانه چه قایدات داری خودت و دیگه والا خود چه نیست خود روزانه دیگه خیلی باشه دو وقتا خوب بود 10000 15000 میشه تا خیلی که مزدور دیم 4000 3000 2000 دیگه در روز کار کنیم از روزگارت رضایت داری شکر الله دیگه خدا مهربانه دیگه توکل به خدا دیگه خیلی کنه چطور امنیت خوب ماشاءالله خوب است فضل خدا امنیت خوب است امنیت خوب است ولی حاضر دیگه خدا مهربان است از بعدم دیگه بیا توکل به الله دیگه سال نو چی میشه رحمت الله جان آرزوی زندگی چیست از خودت آرزو که مثال همیت باشه دیگه می قراری باشه نمیز دیگه چی آرزو داشته باشیم که یک لقمه نان در آرومی خورده بتونیم در خانه در یک جای رفته بتونیم یک شب یک روز مخصوصا اگر مریض باشه برده بتونیم نمیز دیگه رضایت ما نمیست حال خوب دای تو فضای امنیت سم ان شاء الله حال خوب توکل به خدا ولی زر خوب دیگه تشکر زنده باشه رحمت الله جان چیز خدمت باشه تشکر زنده باشه قدرمن دون کورزو له نور دوستانو سره هم خبر لرو لمر سره پاتې قدرمن لیدونکو غواړو دلته له کاکا سره هم خبرې ولرو سلام کاکا خوب هستی صحت خوب است خیرتی است نامتون چی است کاکا نام عبدالرازق خب کاکا مصروف چی کار هستی مصروف اینی کار دکانداری است جان خب چقدر وقت میشه که اینجا مصروف والا دیگه در یک حساب خدا را شکر خود صحیح است خب کار بار خو گم شد دیگه کار نه خودت چقدر وقت میشه مصروف از این خودم زیر هستم یاره تقریبا یک 3 سال خواه شد 30 سال خودت چند سال هستی کاکا خودم یاره بوده باشم نیم سال در منورود پرانم 60
ماشاءالله جوان هستی. برای ما خود 45 سال معلوم میشه. نه والا این حساب است که در دو غما زیاد است خب حساب نمال مریض داریم نشیم خانه نمال مریم عملیات می‌کنیم بخی میت کار خراب است میت بخی نمال مریم نکوی 2000 3000 جمع از دیگه خوب میگه خدا را شکر خود تر میشه میگه جون جور باشه این پاچه دیگه با خدایی است. خب کاکا جان تو بیا داخل دکانت بریم تمام کار دارم دیگه. از امی برای ما با کی قفس‌ها را شما از کجا میارین؟ این قفس‌ها را یک آدم از چین میره همزو آدم ما میخریم مثال 10 دانه 5 دانه ما میدوز خود تر میزنه. مقصد یک آدم از مصرفشی سونمو حساب اوندا میاره دیگه ما همزو دیگه به حساب 10 دانه 5 دانه هم قضای واسه خود میگیریم میاریم اینجا کار سودا کنیم. این سایره را میفروشین؟ گلسر سایره چی است؟ این را میفروشین یا حقیقت هم؟ والا این کار شوق است یکم دانه از خاطر اینجا هم میفروشه. ما هم بعضی وقت نگاه میکنم مگه فروخته شد فروخته مگه نشده خود ما طبیعت خود میریم دیگه خود میسیم. روند روزگار چه قسم است؟ خوب است؟ خوب پیش میره؟ والا خدا را شکر خلاصه خوب است. بعد دیگه توکل به خدا دیگه ولی اگه بگم قیمتی خو از اول تا آخر هم کل قیمتی و چی هست خب بازم خدا را شکر دیگه روز تر میشه. کاکا اینمی چیزا ما نمیبینیم درباره از این که معلومات بتین. یکی از غار کناری است جون. بعد نفرا که شوقی است نگاه نه بخشم کناری دیگه غار جور مونه بخشم دوست چه گیریم. یک دانش میشه ببینیم کاکا چون مصروف هم هستی خودت. خب یعنی میره مردم مبارک بعض مردم از اگر این شوق خلاص شده یک نفرا که هست از خاطر شوق داخل از این باز کناری چه میته دانه تخم میته تخم گذاری میکنه. من منم رقم نمیدونی که بعد میشه دیگه نمیشه قدرت خدا نمیشه یا دیگه جرأت میشه و تخم مده نمیشه دیگه چی هم خب یعنی این کار خوب وارد دستی خودت دیگه خواهم خواهد که ما خواهم زیر بابا نمی کسی نمی هستم تا حالا خودم اگه هستم دقان خب مثلا پایداری و تا روز زیاد پیدا کردم اینم یک سه سال میشه دیگه نمیگم آدم دیگه توکل بخواد. یعنی از کارت رضایت داری فعلا؟ چرا ندارم حاضر خدا رو شکر. امنیت چطور است کاکا جان؟ امنیت فضل خدا نسبت از پیش ولی حاضر خدا رو شکر خو امنیت بخیر قرار جان تک تو پیش چیزا شکر نیست. خدا از تو دیگه بخیر بغم نزدم بخیر صد تشکر کاکا جان زنده باشه. تشکر شما قدرمن لیدون کو د کاکا خبرې مو هم واورېدې ورځله نور دوستانو سره هم خبرې لرو له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو دلته یو حاجي صاحب مصروفه ده خبره ورځو خبرې ورسره کوو صدای به په څه کار لګیایی. سلام خوب هستی حاجي صاحب؟ خوب هستی بخیر صحت خوب است؟ تو کتی ما گپی خوب هستی بخیر نیستی زنده باش. نامتون چی است؟ حمیدالله. خب کاکا جان مصروف چی کار هستی؟ مصروف تخم رشقه و شفتر. خب چطور است کارتون؟ والا خوب است خدا را راضی هستیم شکر است. هزار بار شکر خدا. چقدر وقت میشه که مصروف از این کار هستی؟ موضوع کار یک 9 سال میشه. 9 سال. خودت چند سال هستی؟ خودم 52. 52. خب این تخم چی است کاکا؟ این تخم شفتل ایراتی است. این تخم شفتل مصری است. این یا که رشقه است. این رشقه است. این دیقانا میبره. این دیقانا ما برای کشت. این باز در چه وقت چی میته؟ این برای 5 سال 6 سال است. این تخم شفتل که برای 1 سال است یا 6 درآمد دیگه خلاص میشه دیگه از کار مفته. خب دیگه باز کار نمیکنه. نه مده تخم رشقه که از 5 سال 6 سال است. خب این تخم رشقه از خود وطن از خود وطن ماست. از خود تخم از دیگه وطن هم داریم که داریم از مصری است از مصر ما. او باز خاصیتش چی رقم است؟ خاصیت در بود تای سایه و تای باغ کشت میشه. و در تای باغ که میشه یکی از ایراتی است از ایرات ما. او باز قیمت سعی قیمت است. قیمت از او در 16 در حساب کلداری 16 است. حساب افغانی 8 است. حساب افغانی در 5.5 است. حساب کلدار در 11 است. یعنی همین تولید وطن ما شما که ارزان است. ارزان است. ارزان است. او خاصیتش فقط که فرق داره که زیر سایه کشت میشه و زیر سایه که میشه. تخم رشقه که در سر 3000 است. خب سرش 3015 افغانی.
1500 افغانی یک مکمل 7 کیلو. وطن خود موسی. خب کاکا امی تخم تو جبل بیا یه طرف این کار تندور هم میکنید. کار تندور ما. خب درباره از تندور برای ما معلومات بدی، کجا جور میشه، چه قسم جور؟ کلالا جور میشه. خب در کلالا جور میشه، از کلالا دیگه میاریم در فروش میرسونیم. این باز یک دانه چی قیمت برای شما میمونه؟ یک دانش 50 روپیه. 50 افغانی. این 50 افغانی کرایه از اون نمیشه؟ خب کرایه زیادتر خود در 1000 دانه 2000 دانه ما سودا فروش داریم. حال فروش از همین چطور است؟ حال فروش خوب است به خدا. روزانه چند دانه سودا میکنید؟ روزانه یک 6 دانه 10 دانه دیگه با گراکا که ما از اطرافا که ما 30 دانه 40 دانه یک موتر بارمونیم در اطراف میبارم. این فقط شاید شما نمونه شورده باشید. دیگه موتر باز دیگه اطرافا بارمونم میبارم. آیاخیل و مشخیل و شران و دی منطقه. ای کاکا یک دانه قیمتی از همین چند است؟ اینی که از 400 افغانی است. اینی که از 400 افغانی است. اونو 600 افغانی است. اینی که از 700 افغانی است. کاکا این دو دانه خو اندازه شو فرق نداره؟ یک 50 فرق داشتن. چند گفتی؟ این 400 است، این 400 است. این هر دو باز خاصیت 2 سانتی فرق کنه. فقط 10 سانتی فرق کنه، 10 سانتی سودا میشه. او 80 است، این 72 است، این 70 است، یعنی 85 است. این باز چه وقت دوام پیدا میشه، چه وقت خراب نمیشه؟ این دیگه نسبت به پخته کردنش که سر برای سیاسرا که دیگه سیاسرا دیگه هر رقم پخت خوبش کنه دیگه 5 سال 6 سال کار میده. اگر پختش کم کنی خام کنه دیگه برای 1 سال یا 2 سال. کاکا این چه قسم شما باید پخت کنیم؟ باید چه قسم کنیم؟ پختیزی فقط میتونید که همین آتش کم کنه اول. که پوشت تندور خوب گرم باید و دیگه ساعت همین آتش دیگه زیاد کرده برای که خوب پخته شد دیگه. بعد از او استفاده کنیم. یعنی اول که رو ببری آتش کنی استفاده نکنی؟ این استفاده میشه درز میشه اگه آتش زیاد کنه سرش. آتش اول کم کنه که پشت و چیزی گرم باید و دیگه آتش زیاد کرده برای دیگه سرش. یک دست شو که مصرف کنه دیگه پخته میشه. کاکا از روند روزگارت رضایت داری؟ 1000 بار شکر. یعنی خوشحال هستی؟ بیخی 1000 بار شکر. همین که شکر جان ما سیات است 1000 بار شکر. چطور است امنیت چطور است؟ امنیت خب بیخی 100% فضل خدا بیخی سام تایت. یک لک یک کنیم در 10 لک در جیبت باشه شب روز منزل کو کسی تمام که تو کجا میری. یک آدم تلاشی نمونه. یعنی میگم ما جای شکرانه میدونیم دیگه. یعنی با آمدن امارات بسیار خوشحال هستیم. به خاطر از اینکه وقت بود دولت فساد بود میگه پیسه ما از جیب خود نمیتونستیم. پیسه در جیب خود میکنیم میگه یک اسکر میامد تلاشی میکرد پیسه رو میگرفت ما رفت بخیر. پول شکر پیسه در جیب ما روی سرک پارتنیم کس شوارت نمیداره تا که من صاحبش پیدا نشه کس نگیره. کاکا آرزوی زندگی چیست؟ آرزوی زندگی 1000 بار شکر است. یعنی آرزوی زندگی تی است که خوشحالی باشه، صلح باشه، امنیت باشه که شما اول جوانات تحصیل کنین، بگردین. ما خو از ما خلاص شد وقت ما کم مونده دیگه. کاکا جان را بگو خودت بچه هم داری؟ برای شکر. و مصروف چی کار است؟ یکیش خو مجاهد است. یکی دیگه در کابل در مصروف اینشه واسطینیم و چیزا سودا فروش میکنه. خب زنده باش کاکا جان، وقت نگرفتید. زنده باش شما، زنده باش خداتون نگاه کنه در اسم پناه خود. زنده باش. قدرمنتونکو د کاکا خبرې مو هم واورېدلې. دلته یو جسم ده چې شیخ ستړی مه سه خیر شه دغه خیر دې خواته راسلې چې د لیدونکي دې وویني. د کوم ځای یاست؟ د زنخان یم. نن دغه غزني ښار ته چې راغلي یاست د څه لپاره راغلي یاست؟ سودا کوم. نو اوس ته دلته څه شی اخلي؟ تنور. تنور د چیش لپاره؟ د هغه ډوډۍ لپاره. څومره وخت کېږي چې د تنور نه استفاده کوي تاسو؟ چېرې خو ما بزرګ کېږي کوي. څو کلن یاست؟ زه د 50 کلو یم. د 50 کلو. څنګه ده د امارات چې راغلی د خوشحاله یاست؟ بالکل خوشحاله یم. خوشحاله ولې نه یو؟ بازار ته په موټرسایکل راځو. مخکې په موټرسایکل نه سره راتلی. ګرځو د شپې ځو د ورځې ځو. خوشحاله په دې باندې. یعنې ښه مکمل رضایت. ښه مکمل خوشحاله یو. خپله په څه کار مصروفه یاست؟ خپله د ما دکان دی د مستریتوب د موټرسایکلو. ډېره مننه چې ژوندی اوسئ. زه خیر تاسو نه. قدرمن لیدونکو ورځو له نورو دوستانو سره هم خبرې لرو. له موږ سره پاتې یم دا خپرونه تر اخره سره بدرګه کړئ.
قدرمنونکو همدې ساحې ته راغلي یو غواړو له همدې کاکا سره خبرې وکړو دا هغه پخوانۍ کاسې دي چې زموږ تاسو نیکونو پلرونو به استفاده ترې نه کوله او نن خوشبختانه د غزني په ښار کې یو حاجي صاحب دی هغه یې خپله جوړوي. سلام حاجي صاحب، خوب هستین؟ موندانا باشه. خوب هستین؟ بخیر. خوب هستین؟ تشکر کمی طرف. بیا کاکا جان درباره ازمی کاسا اول خود معرفی کنم میتونید؟ اسم عبدالجبار. خب عبدالجبار، چقدر وقت میشه که مصروف ازمی کار هستیم؟ تقریبا یک 20 سال خوش. 20 سال. خب این درباره از این کاسا اگر برای ما معلومات بدی، این که بسیار از سابق است، یعنی مروج بود سابق. درباره از این اگر معلومات بدید. این کاسا کسی کاسا با نام کاسا استالفی میآید به غزنی. بسیار خوب کاسا است، محکم است، به خاطر زمستان خوب است که در تنور بلی یا بخاری بلی یخ نمیشه. دوم دیگه به حساب طریق سنت هم بسیار خوب است، مسلمانان میخره به خاطر که در زمان رسول الله صلی مردم با کاسای چیزای گلی نان میخورد. این را در نام چی؟ در نام کاسای گلی هم میگه. گلی ها، کاسای گلی. این شاید آثار تاریخی وطن ما شما هم هست یا اون 100 سال پیش داده است، ولی از حال نیست، اون هم 100 سال پیش 80 سال پیش است. کاکا جان خودتون از کجا یاد گرفتین؟ چه قسم به این کار رو آوردین؟ از وقت بابا و اجداد کلی ما به میکلالی بده. ما جگم جور میکنیم، مزیم جور میکنیم. کاسه ای اون هم بابا و اجداد ما میکسیم ما. این یک دانه کاسه این قیمتش چند میاد؟ قیمت این کاسه ما اینا در 50 افغانی. 50 افغانی؟ سه رقم است. این 50 افغانی ما یا رقم ازی که خورتر یا کم ازی که خورتر ای در 40 افغانی ما ازی که خورتر در 30 افغانی ما دیگه باز پس تا خورد شده و بایش هم خورد شده مرد. کاکای تو چیزی جور کرده باشه که بسیار همین تو قشنگ و زیبا باشه مثل از امواره. ای تو دیگه چیزا هم خودتون جور کردین؟ والا جور کردیم خب فعلا در اینجا نیست دیگه بوده برده مردم. درباره از زمین اگه معلومات امور تو بیار. درباره از زمین اگه معلومات بیتی ای چی است؟ به نظر برای ما است یا برای؟ دیگ است دیگ. خب دیگ گلی است. خب دیگه مردم از چی استفاده میکنه؟ چی می‌نه؟ مردم اگر چاینکی کنی هم میشه، اگر موز پرتی هم میشه، اگر قیماق مثلا ننال تاوستان است با قیماق چیزا به دست 3 روز 4 روز دیگه خراب نمیشه، رقم یخچال یخ نگاه میکنه. کاکای اگر سری آتیش بانیم میده میشه؟ آتیش لمبا میده میشه، با آتیش که رقم تندور باشه در ما این آتیش گل کنی میده نمیشه. یعنی سری بخاری اگر بانیم؟ سری بخاری میده نمیشه نه. هیچ. یک لمبا که باشه با در لمبا یا چندان تاب نداره. خود لمبا تاب نداره، یعنی سری آتیش بخاری چیز که بانیم؟ بخاری بانید ما با این تندور که علاوه از گل کنی چیز بانیش مشکل نداره. خب کاکا جان این گری رو خودتون جور میکنی؟ نه یه از پاکستان میاره. خب این تو چیز گری هم جور کردین تانو؟ چی رقم؟ همین قسم گری ها جور کردین؟ ما گری های ما دیگر رقم است، او را چندان که از غزی خوش نمیده. یعنی چیزا کمی دیزاینش برابر است؟ دیزاینش ها پاکستانی رقم است، اون تزاری دارایش است. یه رقم دیگه که در داشت پخته میشه او ممزی جگه و خوری است. یه رقم زریدار است، یه رقم ساده است. این شما جور میکنید؟ نه این از پاکستان میاد. شما هم کدام گلدان جور کردین اینجا در غزنی؟ نه غزنی گلدان او تا گلدان که در غزنی جور میشه کس خوش نمیاد. او دبل است، به سایز است. این از کجا میاد؟ یا این دو رقم، یه رقم از پاکستان نه، یه رقم از لغمان نه، این گلدانه لغمانی. همین وطن خود ما از لغمان میاد. یعنی ساخت وطن خود ما شما. وطن خود ما شما. جاکا این از چی است؟ یا گل است یا این کسب خود ماست. خود تو بیا درباره از این کمی معلومات بدی کاکا جان. درباره از این. جاگ است خب؟ این باید میگم ما این که است خود جاگ است. این توی سر میبینی؟ این بچه جور میشه خب؟ این توی سر در جاگ جور میشه این کونی بند است اول. بازی یک 2 ساعت 3 ساعت که من بازی خدا واتر میکنه. بازی را میمانه که کمک خدا واتر کرد بازی را سرچپه میکنه قدیدانش. بازی کنیش جدا میکنه بازی را پلتا داده و کش کرده و تپک زیاد تکلیف داره دیگه تقریبا یک ساعت 2 ساعت وقت میگیره که تا تکمیل میشه. کاکا ایرا چند میفروشین شما اینجا؟ این میجا ما میدیم اینجا ده 400 افغانی. 400 افغانی یعنی برای خودتون چند تمام میشه؟ برای خود با ایرانی تمام میشه دیگه تقریبا 300 یعنی 100 افغانی مفاد. افغانی مفاد میکنه. او زحمت کشیده 2 ساعت مصروف هستی باز 100 نه خب ما اینا
ایره که جور یک نفر در روز 10 دانه 8 دانه 12 دانه در جور میکنه. یعنی شما اونجا کارگر دارین؟ کارگر را جور میکنه دیگه. تندور جور نیست ببینید تندور. یعنی هر کس هم جور کردن نمیتونه؟ نه بسیار سخت قسم است. درباره از این تندور برای ما معلومات بدید. کاکای خود تندور نان بایز به نظر؟ تندور نان بایز به جانا. ایرم خود شما می؟ ایرم خود ما جرما. این باز قیمتش چند می؟ قیمت دی باید 4000 افغانی. 4000 افغانی. این برای شما چند می؟ یه خود تقریبا ما دیگه این مصرف نمیخوره قدر. فقط یک 300 500 کیلو دیگه مصرفش دیگه زحمت داره، تکلیف داره، جور کردن دی وقت کار داره. خیلی خوب. کاکا ایرم خودتون جور کردین یا؟ جان نه. وقت منطقه ما جور میشه. حال یک کارت این تاغار است، دیگه جای مزار ما. برای چی استفاده میشه؟ برای آرد استفاده میشه. این ساخت وطن خود ما، ساخت مزار است. خود تشکر کاکا جان، زنده باشه. خدا شما را کم نکنه، زنده باشین. شما عمر کنین، زنده باشین، در پناه پروردگار باشین. قدرمنو کو دا د دې ولي خبرونه چې ما ظفر میاخیل تاسو ته وړاندې کړه په بخښنې سره یو څه ناروغ هم وم نو تر بلې خبرې چې بیا هم ظفر میاخیل ستاسو حضور ته زرین تر غمو په لوی لایزال رفسپارم ښې شېبې د الله په امان.